وقتی اعضای خانواده سر چهارراه همدیگر رو میبینن. پدر برو پسرم. آخه پدر بزرگ اصلا میره. دیدی پدر بزرگ همینه، کلا پیرمردا اینجوری مال خودشون میدونن. مادر زد پرویدی چی نمون. برادر خب نمیره نمیره هیچکی اینجا به حساب احترام میذارم احترام فقط. رفاقت فلان نمیره. شب شد خواهر تو رفتی داشت رو درخت. خواهر همیشه بدترینه تو ویدیو. آقا اگه خوشت اومد لایک کن. چرا فالو نمی کنی شما؟ فالو کنی، خیلی سخته فالوور گرفتن خیلی سخته. با حمایت کنید دیگه، یه ذره خندیدید حمایت کن. ویدیو اینجوری هم هست توی پیجمون، ببین.